به ساعت 14 گوش می‌کنید. شماری از مسئولان آمریکایی و در رأس آنها مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور ساعتی پیش وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شدند. قرار است سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم امروز به ریاض سفر کند. مذاکرات برای پایان دادن به جنگ اوکراین محور اصلی تلاش‌های دیپلماتیک در ریاض است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد. تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین این بار در عربستان سعودی. امروز دوشنبه مارکو روبیو وزیر خارجه و مایک والتز مشاور امنیت ملی ایالات متحده وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شدند. استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه نیز قرار است به عربستان سعودی سفر کند. انتظار می رود که مسئولان آمریکایی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار و گفتگو کنند. رسانه‌های سعودی گزارش داده‌اند که قرار است سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز امروز به ریاض برود. بنابر گزارش‌ها قرار است مسئولان آمریکایی و روس در چارچوب تلاش برای پایان دادن به جنگ اوکراین در پایتخت سعودی دیدار و گفتگو کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا شب گذشته پیش از سفر به عربستان سعودی گفت: هنوز چیزی قطعی نیست. از حدود یک هفته پیش اعلام کردیم که قرار است به عربستان سعودی بروم. در نهایت به دنبال فرصتی هستیم تا کاری که رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته آغاز کرد را ادامه دهیم. یعنی ایجاد زمینه‌ای برای مذاکرات وسیع‌تر که شامل اوکراین و متحدانمان در همه جهان و به ویژه اروپا و در نهایت پایان جنگ شود. ما به دنبال این فرصت هستیم. جنگ اوکراین 5 اسفند سال 1400 پس از تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین آغاز شد. هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور جداگانه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تلفنی گفتگو کرده بود. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشیال گفتگوی خود با پوتین را طولانی و بسیار سازنده خواند و گفت که آنها با آغاز فوری مذاکرات موافقت کرده اند. این نخستین گفتگو میان رؤسای جمهور آمریکا و روسیه از زمان آغاز تهاجم نظامی علیه اوکراین است. آقای ترامپ همچنین پس از گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور اوکراین نوشت: من همین الان با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صحبت کردم. گفتگو خیلی خوب پیش رفت. او نیز مانند رئیس جمهور پوتین می‌خواهد صلح برقرار کند. آقای ترامپ روز گذشته از احتمال دیدار قریب الوقوع خود با ولادیمیر پوتین خبر داد، دیداری که هنوز زمانی برای آن مشخص نشده است. آقای ترامپ که از مسئولان بلندپایه دولت خود خواسته مذاکرات برای پایان دادن به جنگ اوکراین را آغاز کنند، در تبلیغات انتخاباتیش بارها وعده پایان دادن به این جنگ را داده بود. رسانه‌های آمریکایی نیز گزارش داده‌اند که زمینه چینی برای دیدار احتمالی میان رؤسای جمهور آمریکا و روسیه از محورهای گفتگوهای ریاض خواهد بود. درباره مشارکت احتمالی طرف اوکراینی در این مرحله از مذاکرات هنوز خبری منتشر نشده. البته ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شب گذشته به امارات متحده عربی سفر کرد. امارات و عربستان سعودی طی 3 سال اخیر میانجی چند بار تبادل زندانی میان روسیه و اوکراین بودند. همزمان خبرهایی از احتمال میانجیگری عربستان سعودی میان ایران و آمریکا منتشر شده است. وزیر خارجه آمریکا روز گذشته درباره موضع کشورش در قبال ایران گفت: به روشنی بگویم هیچ تماس یا ابراز تمایلی از سوی ایران برای مذاکره وجود نداشت. از نظر ایدئال دوست دارم یک روز بیدار شوم و خبرها را بشنوم که میگوید ایران تصمیم به توقف تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی، حمایت نکردن از تروریسم و بازگشت به جامعه جهانی به عنوان کشوری طبیعی کرده است. ما چنین نشانه‌ای را نه تنها اکنون بلکه در 30 سال پیش هم دریافت نکردیم. در واکنش به این خبرها اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران احتمال میانجیگری ریاض میان تهران و واشنگتن را گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای توصیف کرد. گزارشی بود از ایلیا جزایری. رهبران اروپایی برای گفتگو درباره آنچه آینده نامطمئن خوانده شده در پاریس نشستی اضطراری برگزار کردند. این نشست پس از آن ترتیب داده شد که مقام‌های آمریکایی پیشنهاد کردند اروپا نقشی در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ اوکراین نداشته باشد. در گفتگو با دامون گلریز تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند، نخست از او پرسیدم منظور از آینده نامطمئن اروپا چیست؟
منظور این هستش که اروپایی‌ها با اینکه به ترامپ گوش دادن وقتی که در انتخابات شرکت کرد و کارزار انتخاباتیش رو هدایت می‌کرد، تعجب می‌کنن از اینکه چطور امریکا عوض شده. در تحلیل دیگه میشه گفتش که حقیقتش اینه که دونالد ترامپ با دولتش، اگر ما یک رابطه عاشقانه رو بین اروپا و امریکا که بیش از 80 سال قدمت داره در نظر بگیریم، این رابطه عاشقانه تمام شده برای طرف امریکایی و طرف اروپایی عملاً درد تمام شدن این رابطه رو احساس میکنه. ببینید پوپولیست ها در دنیا که دونالد ترامپ یکی از اونها هست، معمولاً ساختار ایدئولوژیک یا حزبی ندارن، بلکه بر مبنای شعارهای خودشون که در دورانی که برای انتخابات ها شرکت میکنن وارد میشن، عملاً با این شعارها به قدرت میرسن و خیلی از مواقع هم این شعارهای شاید عجیب رو به نتیجه میرسونن، چون که بر مبنای این شعارها میتونن پایگاه اجتماعی خودشون رو نگه بدارن. صحبتایی که ترامپ کرد در دوران انتخابات خودش داره اجرایی میکنه، عملی میکنه. امریکا به دنبال اینه که بتونه مرکز ثقل دنیا رو بر مبنای قدرت امریکا از نظر تکنولوژی، از نظر تسلیحاتی و از نظر اقتصادی با دلار دوباره باز تعریف بکنه. من رو حقیقتش این روزها یاد کنفرانس یالتا در کریمیا میندازه که از 4 و 11 فوریه 1945 انجام شد و 3 در عمل موقع بیگ تری به انگلیسی، چرچیل، روزولت و استالین کنار هم نشستند برای اینکه در مورد این صحبت بکنن که آینده معماری امنیتی اروپا به چه شکلی خواهد بود، که یکی از نتایج اون تقسیم کردن برلین به شرقی و غربی بود. به نظر میرسه که در حال حاضر اروپایی‌ها به این نتیجه رسیدن که ما با چنین فضایی مواجه هستیم و باید به صحنه بیان، باید برای امنیت خودشون در مقابله با پوتین، در مقابله با بقیه تهدیدهایی که با خروج احتمالی امریکا چه از نظر اراده تسلیحاتی و سیاسی برای حمایت از امنیت اروپا و چه از نظر همراهی با به اصطلاح دشمنان اروپا که پوتین یکی از اونها باشه، باید به صحنه بیان. از این جهته که رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ در روزهای گذشته در آخرین سخنان خودش حتی گریه کرد از اینکه چطور وضع اروپا از نظر امنیتی به اینجا رسید. برخی تحلیل‌ها در اروپا میگن که امروز اروپایی‌ها دیگر نباید نگران مسکو باشند، بلکه نگرانی باید از ناحیه واشنگتن باشه. آیا واقعاً واشنگتن امروز آنچنان جدا شده از اروپا که مایه نگرانی برخی شده؟ برای اروپایی‌ها قطعاً. مکرون دیروز با فاینانشال تایمز مصاحبه کرده و در اونجا از یک شوک الکتریکی که ترامپ وارد کرده به اروپا صحبت میکنه. الان نخست وزیر بریتانیا عملاً مطرح کرده که به دنبال این هست که نیروهای نظامی خودش رو برای حمایت از مرز اوکراین پیاده بکنه در اوکراین در مقابله با پوتین. واقعاً وضعیت عجیب و غریبی شده و از این جهتی که اینجور صحبت‌ها رو ما میشنویم. ببینید ترامپ برای پیشبرد هدف خودش که اون مرکز ثقل دنیا رو بر مبنای امریکا دوباره باز تعریف بکنه، در اروپا به دنبال اینه که از طریق گفتگو با پوتین مستقیما، گفتگو با همپیمانان خودش مثلا نخست وزیر لهستان که بسیار نزدیک به امریکا و همچنین مثلا مجارستان، عملاً وضعیت امنیتی اروپا رو باز تعریف بکنه با نیروهای اروپایی، هم از نظر اقتصادی و اروپایی‌ها رو زیر فشار بگذاره که تسلیحات امریکایی رو بخرند برای دفاع از خودشون در مقابله با پوتین. از طرف دیگه در خاورمیانه همین کار رو با اسرائیل، عربستان و ترکیه داره انجام میده و ما در آینده میبینیم که حتی نشستی هم که قرار انجام بشه فردا در عربستان انجام میشه بین امریکا و روسیه و این نشون دهنده نقش عربستان است در آینده خاورمیانه. در خاورمیانه هم به دنبال نوعی نظم جدیدیه که پیوند دهنده توافق ابراهیم هست که در 2020 انجام شد، برای اینکه از این طریق بتونه در دراز مدت چین رو هم مهار بکنه و فاز بعدی قطعاً رفتن به آسیا برای مهار چین هست. با توجه به واقعیات موجود، اروپا چه گزینه‌هایی در مقابل داره؟ اروپا در مبنای تاریخچه خودش، یعنی اتحادیه اروپا، یک رابطه دشواری داره با عملکرد ریال پلیتیک، یعنی همین چیزهایی که داریم می‌بینیم. نباید فراموش بکنیم که ادغام اروپا به عنوان یک اتحادیه بسیار موفق از نظر اقتصادی، همکاری، از نظر به اصطلاح نرم افزاری، پیشرفت حقوق بشر و غیره، به عنوان تلاشی بود برای محدود کردن قدرت لجام گسیخته دولت‌هایی که دو جنگ جهانی با 100 میلیون کشته رو به ارمغان آورد. از این جهت اتحادیه اروپا واقعا یک مشکل ذهنی
ذهنی داره و به چه شکلی با این موضوع برخورد خواهد کرد. میتونیم بگیم که از یک جهت یک فرصت بزرگیه برای اینکه اتحادیه اروپا کاملا ذهنیت رو عوض بکنه و به سمت تسلیحاتی تر شدن، میلیتاریزه شدن و از جهتی دیگه در عمل خودش رو اون چیزی که مکرون سالها پیش به عنوان استقلال استراتژیک مطرح کرد عملا این رو بتونه تبدیل به یک سیاست بکنه، ولی این هزینه‌های خودش رو داره، هزینه‌های اقتصادی، هزینه‌های تسلیحاتی و قطعاً هم توسط افکار عمومی در اروپا به گمان من با نوعی از مقاومت مواجه خواهد شد، چون اروپایی‌ها بسیار بسیار در گیوم صلح طلب و به دور از استفاده از قدرت هستن در دنیایی که هر روز می‌بینیم که ریال پلیتیک نقش بسیار مهمتری بازی می‌کنه. دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در هلند. مارکو روبیو در اولین سفر خود به